داشتن تو در خود خرسند است. ای ماندنی ترین، ای ماندگار ترین، ای خشن ترین. من به تو دستور میدم به اینا حمله بکن و اینا رو سخت بکش. ای از فرعون تا امروز. این فرعون بدبخت چه بسال بلایی به سر من آورده بود. من رفتم چند سفر میدم از لازی چه خبره. ای آشنا به آیتی و انفرماتیک. اونجا میرن چیزایی که تو موبایلشون هست نامطلوبه بود جمع کردن حک میکنن. ای ناظر بر همه صحنه ها. اون صحنه برای اینا آموزنده است. ای قاطع با همه دشمنان. من نمیدونم چطور آدم اینقدر احمق میشن، چطور گردانندگان یه مملکت مدعی قد نفهم میشن. و ای واقف بر حملات ددمنشیانه. اولین حمله منشنای من ددمنشه فرخنده میلادت مبارک. با چند روز تأخیر میلاد با سعادت بزرگ مرد ایران زمین، آنکه فتنه‌گران را هست همیشه در کمین، نماینده آقا هم در یسار هم در یمین، آنکه بر عمر او حسرت است کل و مجمعین، حسرت آیت الله العظمی احمد جنتی را به عموم جهانیان تبریک عرض می‌کنیم. اشک شادی شم و نگاه کن که واسه چکه چکه چکه